بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتم به خرد که چیست راه نجات، در سختی روزگار و هول عرصات. در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت، بر طلعت حق نمای مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، مسلمانان معزز، منتظران ظهور حضرت حجت، هم نفسای برنامه یاد خدا الهی، که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، ایام به کامتون باشه. خیلی ممنونم که انتخاب شما یاد خداست. از شما دعوت میکنم تا پایان این یاد خدا با چشمای زلال و مهربون و مشتاق و منتظرتون ما رو همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید سلام و خیر مقدم عرض بکنم به استاد کلباسی که این برنامه هم قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت همه عزیزان بیننده عرض سلام دارم و این ایام رو هم تبریک میگم، ایامی که تقارن داشته با سال روز امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشه. در خدمت زنده باشید. ما خدمت شما این و از این بابت خیلی خوشحالیم که هم تشریف آوردید به برنامه یاد خدا، همین که در حرم مطهر امامزاده موسی مبرقع داریم شما رو زیارت میکنیم و چند قدمی 40 اختران، در واقع 40 ستاره پرفروغ آسمان ولایت و تشیع که از نوادگان امام هادی و امام جواد علیهم السلام هستند. خدا را 100,000 مرتبه شکر بابت این نعمتش. خب عرضم حضور شما که ما روایت تأمل برانگیزی رو از شما شنیدیم که افضل اعمال امت رسول خدا انتظار فرج هست و من یادم افتاد که تعبیری شبیه به این رو هم از حضرت جواد پدر امام زاده موسی مبرقع هم شنیدم و این ما رو به فکر وامی داره که درباره این افضل اعمال، ما خیلی اعمال بلند و پرمعنایی داریم برای انسان، این چیه که افضل همه اعماله؟ دلمون میخواد خیلی اطلاعات و آگاهیمون درباره انتظار بیش از پیش باشه و بلکه بتونیم ما این در واقع بهترین عمل رو توی اعمال و رفتارمون قرار بدیم انشاءالله. عرضم حضور شما که یک اصلی هست در حالا هم در فقه و اصول مطرحه و هم در معارف که انما الاعمال بالنیات. این انما الاعمال بالنیات یعنی اون قصد و نیتی که فرد داره برای عمل، این نقش بسیار زیادی داره در اون کیفیت و فضیلت اون عمل. لذا ممکنه یکی مثال میگم نماز بخونه اما چون نیت خرابه اصلا نماز باطل باشه. یکی هم نماز میخونه نمازش صحیحه، یکی نه نماز میخونه هم نمازش صحیحه هم مقبوله، یکی هم نماز میخونه نمازش نه تنها صحیح و مقبول است، معراج است. یعنی اون رو بالا میبره. خب حالا این فرق چیه؟ این تفاوت در اون درون پرده، یعنی اون مؤلفه های درونی که منجر شده به این عمل و این نقش ایفا میکنه در نتایج. حالا در مورد انتظار فرج هم یه چنین مقوله‌ای مطرحه. ببینید ما گاهی یه هدفی رو در زندگی دنبال میکنیم، یه هدف شخصی، مثل این که میخوایم زندگی خوبی داشته باشیم، بله، ماشین خوبی داشته باشیم، مثلا خونه مناسبی داشته باشیم، مهمونی بدیم، نمیدونم همین شؤون معمول. یکی اینجور نگاه میکنه. یه وقت هم یه نفر و هستن اینا نمونه های حتی تو ذهن من هستن، حالا وقت نیست که این مواجه شده در زندگی مثلا با بیماری مادرش یا خواهرش.
این انگیزه شده که این نسبت به این بیماری حساسیت پیدا. بعد رفته دنبال این که اصلا دنبال علاج این بیماری باشه، رفته درس خونده، پزشکی ببین خونده. چطور میشه این درمانش کرد. و بعد کارهای بزرگی هم کرده. خب این از کجا شروع شده؟ یعنی آیا این مثلا تصادفاً رفته سراغ این کار بزرگ؟ بسیاری از کسانی که کارهای بزرگ کردن، این انگیزه های نخستشون در اون نیت هاست، حتی اون نیت هایی که در کودکی ریشه داره، اینقدر مؤثره. حالا ما یه وقت خب عرض کردم میخواییم که زندگیمون اینطور باشه، یه وقت یکی یه هدف بزرگتری داره، میخواد بیماران رو، مثلا بیماران فلان بیماری رو این دنبال علاجشه و اینکه اینها رو معالجه بکنه. فرض کنید امروز دنبال اینه که کسانی که نمیتونن بچه دار بشن رو از راه‌های مختلف به اصطلاح زیستی و اینها رو مثلا صاحب فرزند. خب اینا یه تمام این چیزایی که ما میبینیم حاصل همین نیت ها، بله، یعنی یه قصدیه، یک غرضیه، یک افقیه و دنبالش حرکت کرد. گاهی هم خب یه مصلحینی پیدا میشن دنبال اینن که یه مملکتی رو اصلاح، یعنی یک تحولی در یک مملکت ایجاد بکن. مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به دنبال این بودن که شر استعمار و استبداد رو از این مملکت خلاصه کوتاه بکنن و کردن و ایادی استعمار رو خلاصه پوزه هاشون رو به خاک مالیدن. صدام رو عرضم به حضور شما که همونطور که خودشون فرمودن اون چنون سیلی زدن که دیگه محو شد اصلا از صحنه از این فراتر نسبت به جهان. حالا ببینید اگر کسی در این نیت است که چگونه اوضاع جهان اصلاح می شود، خب ما یک کلمه کوچیکیه، یعنی خیلی کلمه کوچکه اما خیلی بزرگه. خیلی. یعنی اصلاح جهان یعنی اصلاح اندیشه، یعنی اصلاح اعمال، یعنی اصلاح اقتصاد، یعنی اصلاح سیاست، یعنی اصلاح عرضم به حضور شما که خانواده، یعنی اصلاح تربیت، یعنی همه اینها. بله. خب چقدر این مسئله بزرگه، خیلی عظمت. خیلی. یعنی ما گاهی از این که یک مطلبی رو در یه محلی درست کنیم عاجزیم، نمیتونیم. حالا اگه کسی یه همچین تفکری داره که حالا جهانی رو میخواد اصلاح بکنه، خب این چقدر بزرگه و چقدر ارزشمنده. حالا ببینید وقتی که ما با موضوعی به نام انتظار فرج، اونم در این بعد اجتماعیش انتظار فرج حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له، این یعنی چه؟ خب این یعنی انتظار اصلاح همه امور جهان. بله. خب خیلی چیز بزرگیه. یعنی ما گاهی یک کلمه رو به سادگی به کار میبریم، اما اگر اندکی بیاندیشیم لرزه برندمون میفته که خب این چیه؟ این خیلی عظمت داره. این همه گره بزرگ ما در عالم هستی بله. قرار همه اینا باز شه، باز بشه. خب حالا کسی که یه چنین تفکری داره، اولا وقتی میگه اصلاح امور جهان، یعنی این که من رسیدم به این نقطه که امور جهان اولا ایراد داره. بله دیگه. چون بعضیا واقعا فکر نمی‌کنن که امور جهان ایراد، فکر می‌کنن همونجوری که هست خوبه، درسته دیگه. حالا ولو اینکه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس، الان حیات بشر، ببینید حیات بشر به خاطر مفاسد بشر در خطره. و این اخطاری است که دانشمندان، حالا زیست شناسان به نحوی گفتن، سیاستمداران از زاویه دیگه گفتن اگر روزی دیوانه‌ای پیدا بشه یه بمب اتم شلیک بکنه، جهان رو به آتش کشیده. اون جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم. شما امروز میبینید که وقتی یه قدرت فاسد و یک جرثومه فساد مثل
دولت غاصب صهیونیستی ببینید چه فسادی به بار میاره، چگونه میکشد بی محابا. و اون کسانی هم که خیلی داعیه به اصطلاح تمدن و حقوق بشر و نمیدونم گاهی اگه یه سگی یه جایی طوری بشه میبینید چه آه و ناله و چه فریادی بلند میشه، اما میبینید که عده زیادی هزاران کودک قتل عام میشن، حتی بچه هایی که چند روزه هستن، حتی بچه هایی تو رحم مادرها، ولی اینا ککشون هم نمیگزه. حالا ببینید اگه کسی به فکر اصلاحه، یعنی شناخته فساد رو در جهان، حالا من این فساد سیاسیش، فساد اقتصادیش، فساد اجتماعیش، فساد در طبیعت که چه کار کرده بشر با طبیعت و چه کار داره میکنه، که حالا اینجا چون بحث فنیش بسترش نیست که ما بگیم، اما واقعا بشر حتی از ناحیه پلاستیک در خطره. دیگه بقیه چیزا رو ولش کن، از ناحیه پلاستیک در خطره، زیست بشر در خطره. حالا اگه کسی این عظمت رو ببینه، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فلان، حالا به فکر اینه که یه راهی برای اصلاح اینا. خب این چقدر این نیت بزرگه. بله. پس اون وقتی که افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، چون اون انتظار فرج به معنای اصلاح همه ایناست. مگر اینکه ما هم یه لغلغه زبانی میکنیم نمیفهمیم حرف چقدر بزرگه و چقدر عظیمه و چقدر ابعاد داره. و این که فرمودن افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، یکی از زوایاش همین مسئله. بس اینی که فرمودید این اتفاقات توی غزه میفته، بالای 40,000 نفر زن و مرد و کودک معصوم که 70% کودکن و زنن کشته میشن، عده ککشون هم نمیگزه. کاش حالا عده که ککشون نمیگزه هستن، عده هم هستن نه تنها ککشون نمیگزه، اون مسئول میزنن. آره مسئول اصلی این ماجرا میره توی پارلمان اون یک کشور دیگه‌ای، تو اون چند دقیقه‌ای که حرف میزنه راجع به این قضایا، اون اعضای پارلمان بلند میشن 59 بار این اتفاق میفته تو اون مدتی که اون دست میزنن براش. یعنی برای این قتل و غارت و جنایت و نسل دست میزنن. اینه که دیگه اوج فضاحت و این انسان مسخ شده است. آره واقعا دیگه ته، به قول حضرت آقا که همزمان شده بود با مسابقات المپیک، عبارت جالبی داشتن میگفتن در المپیک آدمکشی این باند جنایتکار رکورد آدمکشی رو جابجا کرده. ولی بازم انشاءالله که به ظهور حضرت منتقم و منجی عالم خیلی زود انتقام از همه این سفاکان و ظالمان گرفته بشه، هرچند جبهه مقاومت در اون مسیر هست. انشاءالله خدا هم یاری میکنه و اون سرمنزل مقصود زودتر برسیم. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه فرمایشات آقای عزیز رو پیرامون اهمیت انتظار فرج امام زمانمون با هم دیگه میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سوال اساسی برای هممون پیش میاد به نظرم با توجه به فرمایشات استاد کلباسی عزیز، این که ما هر کدوممون توی جامعه یه جایگاهی داریم، یه شغلی داریم، یه نقشی رو داریم ایفا میکنیم، کمتر بیشتر، مهمتر یا بالاتر پایینتر، هر کسی یه نقشی رو تو جامعه داره. ماها اگه بخوایم این افضل اعمال که انتظار فرج هست رو توی رفتارمون، توی اعمالمون، تو اون نقش و جایگاهی که داریم بروز و ظهور بدیم، این چگونه است؟ توضیحش رو از استاد کلباسی میخوام که تبیین بکنم به عرض شما. بسم الله. عرضم حضور شما که ما بسیاری از مضامین و معارف دینی رو داریم که مواجه با سوء برداشته. بله. به این معنا که به درستی شناخته نشده، به درستی تصور نشده، به درستی تصدیق هم نشده. از جمله اونها بحث انتظار. بله. که برخی چنین ابتداعاً، البته هیچ شخص اهل تحقیق و مطالعه اینطور نیست، ولی میشه گفت که یه سوء برداشتی در یک لایه‌های گوناگونی از جامعه راجع به انتظار وجود داره.
و اونی که میگن ما ازمون کاری نمیاد، خود حضرت باید بیان کارا رو چیه؟ درست. یعنی یک نوع یأس، یک نوع یأس و احاله کردن. نمونه این مسائل یعنی سوء برداشت از مضامین دینی ما خب در سایر قسمت ها هم میبینیم. مثلا توکل. کسی اگر تصور بکنه که توکل یعنی این که من هیچ کاری نکنم، فقط بذارم بر عهده خداوند متعال، خب یه برداشت غلط از توکل. قرآن میفرماد و اذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که عازم شدی، تصمیم گرفتی، توکل بر خدا کن. یعنی تو باید حرکت بکنی. و عرضم بود نه اینکه بگی که خب خدا خودش هر کاری میخواد بکنه، و این سابقه هم داره. بله. بنی اسرائیل وقتی که از دریا عبور کردن و اون مسائل فراوان و در حالا اون سرزمینی که تو بیابان بودن، خب خطاب شد که شما برید وارد این شهر بشید، وقتی که وارد شدید فانکم غالبون، شما پیروز میشید. اینا گفتن یا موسی اذهب انت و ربک فقاتل انا هاهنا قاعد، تو و خدات برید بجنگید، ما ببینیم که پیروز میشید. اگه پیروز شدید خب ما میام کنارتون، ولی اگه شکست خوردید ما سالم بمونیم. ببینید این یک نوع نگاه به مسئله هست. و حال اون که همه جا سخن اینه که ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما حرکت کردید خدا یاریتون میکنه، اگر شما قدم برداشتید اون صدها قدم برخواهد داشت. ولا ینصرن الله، ولا ینصرن الله من ینصره. و هم شاید در سر تا سر قرآن این معنا هست، لمن شاء منکم ان یستقیم، برای اون کسی که بخواد تو راه قرار بگیره. و الا اگر کسی اصلا از خودش رفع مسئولیت بکنه، بگه که خدا خودش هر کاری میخواد بکنه. و برخی از، حالا در توکل هست، در سایر مضامین هست، حتی در موضوع عزاداری، واقعا برخی فکر میکنن ما فقط مأمور عزاداریم، و حالا اینکه عزاداری یک تبیین است برای مسیر، وسیله است، یک خودش مقدسه، اما برای اینه که انسان در جبهه عدل قرار بگیره، مبارزه با ظلم بکنه. درست. اگر ما از مکتب سید الشهدا علیه السلام و سایر ائمه این درس رو فرا نگیریم، حالا هرچی تو سر مغزمون بده، فایدهش چیه؟ این که بایستی این تبدیل به حرکت بشه در مسیری که اهل بیت خواستن. این جزء مسلمات. درست. حالا در موضوع انتظارم متاسفانه این انتظاری که ما حالا گاهی ازش به انتظار منفی و یا انتظار بازدارنده که مواردی هست، یعنی ریشه هایی هم داره که حالا اینجا فرصت نیست که بعضیا یک استناداتی میکنن که البته استناداتشون هم به لحاظ عرضم به حضور شما که ریشه ها و هم به لحاظ استنباطات باطله، که بله ائمه گفتن شیعیان یه گوشه‌ای بشینن کاری به کاری نداشته باشن، اگه وارد شدن آسیب میبینن. و یا مثلا اون اخباری که نمیدونم کل رایت، اگه رایتی قبل از رایت امام عصر بیاد این رایت خلاصه هدایت نیست و از این حرفا. و حال اون که ما مجموعه آیات قرآن، مجموعه سیره اهل بیت، همه یعنی اقدام، همه یعنی حرکت، همه یعنی ما اصلا حتی اگر این اخباری که بهش استناد میکنن، حتی اگر اینا دلالتش صحیح باشد و سندش صحیح باشد و مشکلات نداشته باشه، در مقابل این همه ادله، اقیم الدین، نمیدونم ولو انهم
اقاموا التورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این همه دستور به اقامه دین، این همه دستور به این که باید اینها رو برپا کنید. اون وقت یکی بیاد بگه آقا انتظار یعنی فقط این که ما نباید کاری بکنیم، فقط باید نگاه کنیم و منتظر باشیم تا خود حضرت. این یک برداشت انحرافی و غلط از موضوع انتظار. برداشت از انتظار اینه که انتظار داریم حضرت خودش بیاد درست کنه. بله، این اینجوری یعنی انتظار میفهم. این انتظار این که ما هیچ تکلیفی ما کاری نداریم. ما اگر بیاند و همه جا رو صاف و